همه سناریایی که در اوکراین رفت دارد میرود، اوکراین یعنی که تمرین نکرد فلوت حربی روسیه را در بحر سیاه، بعدی که اونجا را نقطه گذاشت روسیه رو آورد به طرف تاجیکستان. میدونین همگی که در تاجیکستان هم چنین مشکلی بود. در ابتدای سالهای 2000 رحمانوف میخواست که خچه در آغوش امریکا داخل کنه. یک کمتر او وقت هم که رئیس جمهوری امروزه پوتین تازه آمده بود سر قدرت، دیگر اونقدر تاثیر بزرگ نداشت در منطقه. اول خواست که خچه یک درستر جا کنه، بعد خب تقدیر دیگر ها را میبینم. شما اگر یاد داشته باشین تاجیکستان پافشاری کرد 201 دیویزیا را میدونین. از سال 1945 در تاجیکستان قرار دارد 201 دیویزیا. از 1945 یعنی بعد جنگ دوم جهان در تاجیکستان 201 دیویزیا قرار دارد. تا سال 1979 را قرار داشت. بعد از 1979 تا 1989 10 سالی که جنگ هایی که در افغانستان بود این کچانده شد به ازبکستان. بعد از 1989 باز برگردانده شد به تاجیکستان. از ازبکستان باز برگرداندن به تاجیکستان. و یاد دارین که دیگر تاجیکستان پافشاری کرد، یعنی نمیخواد چیزهای کدام چیزهای طلب کرد و حق داره در طلب کردن. اما روسیه چیکارش کرد؟ روسیه در سال 2011 و بعضا بهانه ها یک چند هزار مهاجرای ما را طرف تاجیکستان دپورت کرد. تاجیکستان گفت که من همه چیز فهمیدم، خب بیان امضا کنیم و در زادروزی رحمانوف رفتن به مهلت 39 سال یا 40 سال، اگر برادرایی که هستن مرا اصلاح کنن اگر اشتباه کنم، به مهلت 39 یا 40 سال امضا را در زادروزی رحمانوف گذاشتن. به کم در یراق اسلحه کهنه به ما دادن، گفتن همین برای شما را کفایه است یا تمام دم تو نبگیر میشین. تمام. سلامت باشی برادر. اوکراین تا امروز دارد، یعنی میگم گردن نمیتن. ما چیکار کردیم؟ ما خاموشیم، قتلمون میکنن خاموشیم، ازدواج هم میکنن خاموشیم، ظلم میکنن خاموشیم. مشکلی ما با مردم روسیه نیست. من کسی نمیگم که بدبینی با روسیه داشته باشه، نه، تصمیمای نادرست بالای ما هست. ما نمیخوایم غلام باشیم. شخصا من نمیخوام غلام باشم، نه به تاجیکستان، نه به روسیه، نه به افریقا، نه به یگام شاه و وزیر دنیا، به هیچ کس. من میخوام که آزاد تولد شدم، آزاد باشم و مردم تاجیکستان آزاد باشن، ناموس داشته باشن. هیچ چیزی هست. اگر کسی در این فکر باشه که ما نمیتونیم، برای شاید فیزیکی ما نرسیم، امروز ما قدرت نداریم، اما ما میتونیم گفت که ما فوندامنت این ایدئولوژی هستیم. وقتی ما میگم فکر نکنید در گروهی 24 ما میگم تنها خدیما، نه. وقتی که ما میگم نفرهایی که امروزها دارن جانبازی ها میکنن، کوشش میکنن، تلاش میکنن، قربانی شدن علیه در زندان ها هستن، اینا همه فوندامنت همین ایدئولوژی هستن که مردم سربلند بکنن و روزه مردم ما در این میرسه ان شاء الله. شک نیست اگر که درست بروند، اگر که استوار باشن. این گونه است. سلام. ما را فهمیدم. در پناه خدا باشین. خدا در کسب و کارتون برکتتون بده. آمین. علی رضا.